یه روزی به خودم اومدم دیدم کار دیگه اولویت من نیست. کاری که خیلی براش زحمت کشیده بودم سالها، درآمد برام مهم بود ولی اولویتم دیگه نبود. بیشتر دعوت‌ها و قرارها و دور همی با دوستامو کنسل میکنم. اون روزی بود که مادرم بیشتر از همیشه به من نیاز پیدا کرد. مادری که جوونیشو گذاشت تا من قد بکشم ولی الان آروم آروم خودش خمیده شده. این روزا کم پیدا، تو شغلم، تو دور همیان، کنار دوستام، من یه گوشه با مادرم یک زندگی آروم و با عشق دارم نفس میکشم و لحظه به لحظه شو مثل یک جواهر دارم یک گوشه از قلبم سیف میکنم که حسرتش رو نخورم.